رو خدا اگه دعواتون شد نذارید کسی بفهمه. به هیچ کس نگید. داد بزنید، گریه بکنید، ولی فقط با هم دیگه، نه توی جمع و جلوی خانواده هاتون و دوستا و رفقا. رابطه ای که دردش با بقیه تقسیم میشه یه روزی عشقش از دست میده. چون آدما شما و رابطتون رو قضاوت میکنن، دخالت میکنن و اون وقته که فاصله بینتون آروم آروم بیشتر و بیشتر میشه و سرد میشید. یادت باشه دعوا کردن همیشه نشونه تموم شدن رابطه نیست، اما درد و دل کردن با آدم اشتباه یا آدمی که دوست داره و واسش مهمی میتونه آخرین ضربه به رابطت باشه. هرچقدر هم که با هم دیگه جنگیدین، اگه قراره و میتونید کنار هم دیگه آروم بشید، پس ارزش اینو داره که واسه یه رابطتون سواد رابطتون رو بالاتر ببرید. باور کنید یکی از مهمترین بخش‌های زندگی رابطه و یکی از مهمترین دانش‌هایی که باید یاد بگیری سواد رابطه است. اگه دوست داری بهت یاد بدم که چه شکلی سواد رابطت رو بالاتر ببری تا کیفیت زندگی و رابطت بهتر بشه، کلمه رابطه رو این پایین بنویس. این ویدیو رو واسه 3 تا از دوستان بفرست. قول میدم 1 ماه دیگه یه لول حداقل توی رابطت پیشرفت کرده باشی. روی من حساب کن. خیلی عشقیت. دمتون گرم.